نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوره مبارکه تکویر و بعد از آن سوره انفطار خوانده می شود انشاءالله که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم موضوع همه این سوره ها یکی هست. موضوع قیامت هست و اثبات قیامت و حول و وحشت روز قیامت در این سوره های مختلف با تعبیرهای متفاوت و با تعبیرهای گوناگونی بیان شده. الله عزوجل در سوره عبس که ما خواندیم در درس گذشته از وحشت اون روز بیان فرمود که هر کسی از اقارب و نزدیکان خودش گریزان است. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه الی آخره. انسانها از نزدیکترین افراد خودشون، از عزیزترین افراد خودشون گریزانند، فرار میکنند. و در این سوره مبارکه، در سوره تکویر، الله تعالی بیان میفرماید که در قیامت بعد از این که حساب و کتاب شما به پایان برسد شما مستقیما به جاهایی می روید که برای شما تعیین شده. برای هر یکی از شما جایی، مکانی تعیین شده و اونجا شما قرار می گیرید. در این حدیث همونطور که عرض کردم مناظری از قیامت بیان شده، مناظر بسیار عجیب، بسیار هولناک که در حدیث شریف داریم، در روایتی داریم که هر کسی میخواهد قیامت را با همین چشمان ببیند سوره مبارکه تکویر را قرائت بکند. سوره تکویر تصویری هست، بلا تشبیه بگم کلیپی هست از قیامت که الله عزوجل بیان فرموده. و در روایت دیگری هست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یک روز به رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت آن حضرت عرض کرد که یا رسول الله، اونطور که سن شما هست ظاهر شما نشون نمیده، شما از سنتون خیلی پیرتر معلوم میشید.
سن آن حضرت اونطوری که حضرت ابوبکر صدیق فرمود سن شما کمتره ولی ظاهر شما پیرتر نشون میدید، شما چرا اینطور زود پیر شدید؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود 5 سوره مرا پیر کرد. 5 سوره را که نام بردند، 5 سوره قرآن مجید، یکی سوره هود است که معروفتر هست، شیبتنی سورت هود، سوره هود مرا پیر کرد، و سوره واقعه که اکثر این سوره ها بالخصوص سوره های آخر که گفته میشه، سوره هود بیشتر در اون عذاب دنیوی هست، مؤاخذه الهی برای اقوام مختلف که در دنیا اتفاق افتاد. اما 4 سوره دیگر که آن حضرت نام بردند بیشتر در این سوره ها از هول و وحشت قیامت بیان شده. سوره واقعه را فرمودند، سوره تکویر همین سوره که میخوانیم فرمودند، و سوره انفطار را فرمودند، و سوره مرسلات که در درس گذشته خواندیم. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود این سوره ها مرا پیر کردند. معنیش اینه که وقتی که این سوره ها را یک مؤمن میخواند و حول و وحشت اون سوره ها را، این قیامت را در این سوره ها قرائت میکند، انسان در همین دنیا احساس حول میکند. و بالخصوص نبی مکرم صلی الله علیه و سلم که غم امت و غم تمام امتی ها در دلش و در قلبش بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیشتر نگران میشد، بیشتر پریشان میشد. لذا در این سوره مبارکه در ابتدای سوره 12 تا از احوال الله ذکر می فرماید، 12 تا از اتفاقاتی که در قیامت، قبل از قیامت و بعد از قیامت اتفاق میفته الله ذکر می فرماید که مفسرین گفتند 6 تا اولی مربوط به قبل از نفخه دوم هست، یعنی بعد از نفخه اولا، قبل از نفخه دوم، قبل از اتفاق قیامت، و 6 تا اتفاق بعدی بعد از نفخه دوم است، بعد از اینکه قیامت برپا میشه. الله عزوجل در این احوال میفرماید اذا الشمس کورت، این تخویف اخروی هست. الله بیم میده ما را از حال اون روز که ما باید بترسیم، ما باید آماده باشیم. البته این حال و این وحشت برای کسانی هست که مشکل دارند. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يحزنهم الفزع الاکبر. این فزع اکبر و این وحشت بزرگ که در این سوره های متعدد یادآوری شده برای انسانهای نیکوکار یا برای انسانهای مخلص، برای اون انسانهایی که الله عزوجل برای اونها بهشت را نوشته، برای اونها این وحشت نیست. ذا الله می فرماید اذا الشمس کورت، زمانی که خورشید بی نور میشه. اصل تکویر میگویند پیچوندن چیزی را، یه چیزی که کور امامه به دور سر امامه را ما میپیچانیم، این را تکویر میگویند. معنای اصلی و واقعیش اینه که خورشید و بساط خورشید پیچونده میشه، جمع میشه، کارش دیگه تمام میشه، مأموریتش به پایان میرسه. خورشید ابتدا بی نور میشه، نورش ازش گرفته میشه و بعدا الله عزوجل کار خورشید را تعطیل میکنه، مأموریتش تا همون روز هست و تا همون زمان هست. و اذا النجوم انکدرت، وقتی که ستاره ها یکی بعد از دیگری می افتد، ستاره ها هم برای انجام مأموریت هایی که تعیین بودند اینها هم مأموریتشون تمام میشه. این مخلوقات را الله عزوجل برای خدمت انسان و برای منافع بیشماری که بعضی را ما میدونیم و بعضی را نمیدونیم الله عزوجل در همین دنیا آفریده. اینها کارشون به پایان میرسه چون خود دنیا به پایان میرسه. و اذا الجبال سیرت، زمانی که کوها به سیر میفته، به جاری میشه و روان میشه. ما در آیات مختلفی خواندیم که کوها
در یه آیه خواندیم که کثیبا مهیلا میشه، توده ریگ که روان میشه و جاری میشه. یه جای خواندیم یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، کوها را الله عزوجل پودر میکند و تکه تکه میکند. اینجا الله عزوجل میفرماید که کوها به حرکت میاد، یعنی بعد از اینکه الله عزوجل کوها و زمین را به هم میکوبد که کوه و زمین به هم دیگه کوبیده میشه و تبدیل به ریگی میشه و ریگستانی میشه، جاری میشه، زمین صاف میشه. الله میفرماید که اون زمان هست که کوه به سیر میاد، به حرکت میاد. و اذا العشار عطلت، عشار اون شتری را میگویند که آبستن هست و نزدیک هست که شتر بچهش را بندازه. این شتر ارزشمندیه، نفیسی هست. هیچ وقت صاحب شتر چشمش را از او دور نگه نمی دارد، همواره مواظب است که یه وقتی تلف نشه، یه وقت اون شتر بچه تلف نشه. این همیشه تحت مراقبت است. مراد از این مال گرانبها هست، مال با ارزش هست، مال نفیس و قیمتی هست. عطلت، معطل میشه، کسی به فکر مال نیست، کسی به فکر اشیاء گرانبها و ارزشمند نیست. همه انسان ها در وحشت خاصی هستند. و اذا الوحوش حشرت، زمانی که وحوش جمع می شوند، حیوانات جمع می شوند. حیوانات جمع می شوند به چه معنا؟ بعضی مفسرین این معنا را گفتن که وقتی که سور اول دمیده میشه، حول تمام زمین و آسمان را فرا میگیرد و تمام انسان ها وحشت زده میشند و انسان ها از حال میرند و از هوش میرند. وحوش حتی جمع میشوند، یا اینکه نزدیک آبادی ها میاند، نزدیک شهرهای ما میاند. اونهایی که الان وحشی هستند از ما فرار میکنند تا ما را از چند کیلومتری ببینند، چهار دست و پا فرار میکنند. اما اونها اون زمان ما دوستشون میشیم، از ما احساس خطر و احساس وحشت ندارن. اونهایی که در بیابان هستند، در کوه و جنگل هستند، اونها میان نزدیک آبادی ها چون احساس خطر میکنن، احساس وحشت میکنن. و بعضی میگویند که وحوش و حیوانات با هم جمع میشن، در کنار هم قرار میگیرند. گوسفند و گرگ در کنار هم میشن، آهو و شیر در کنار هم میشن. یعنی حیواناتی که از سایه هم دیگر میگریزند و از هم دیگر وحشت دارند و هم دیگر را میدرند و تکه پاره میکنند. اون روز نفسی نفسی بین اونها هم است. اونها هم با هم احساس محبت میکنند، با هم احساس نزدیکی میکنند، دیگه از هم دیگه احساس خطر نمیکنند، چون خطرات دیگری متوجه اهل زمین است. لذا و اذا الوحوش حشرت، به این معنی هست. این تفسیر اول هست. اما بعضی از بزرگان و مفسران معتقدند که حشر بهائم یعنی موت بهائم. غالبا از ابن عباس رضی الله عنهما است. بله، عن ابن عباس في قول الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت قال حشر البهائم موتها. بهائم و درندگان، وحشی ها، حیوانات وحشی حشر میشن به معنی اینکه همه در دم میمیرند، همه جان میدند، همه از بین میروند. ایشون میفرمایند حشر کل شیء الموت غیر الجن والانس، غیر از جن و انس بقیه حشر تمام مخلوقات دیگه، یعنی پایانشون، یعنی مرگشون، تمام شدنشون. پس بنابر این تفسیر و اذا الوحوش حشرت معنیش اینه که تمام حیوانات، تمام درندگان، تمام وحشی ها همه میمیرند و روی زمین حیوانی باقی نمیماند. و اذا البحار سجرت، وقتی که دریاها در میگیرد، دریاها تبدیل به آتش میشه. البته سجرت را بعضی ها معنا کردن که دریاها به حرکت میاد و دریا جاری میشه. بعضی معتقدند که دریاها آتش میگیرند، گرچه بعضی گفتن منظور از این جنگ هایی هست که در آخر الزمان اتفاق میفته، بیشتر جنگ ها در دریاها. ولی معنا و مفهومی که بیشتر مفسران ما ذکر کردند اینه که الله عزوجل
این آبها را تبدیل به آتش می کند و حتی بعضی معتقدند که این دریاها بخش کوچکی از جهنم هستند، اون وقت ملحق میشن، میپیوندند به جهنم. و اذا النفوس زوجت، وقتی که نفوس با هم جفت میشوند، نفوس با هم جفت میشوند معنیش چیه؟ بعضی این معنی را گرفتند که همه نفوس در کنار هم جمع میشند، اما بعضی معتقدند که نفوس یعنی روح و جسد هست، که روح و جسد با هم جفت میشن، با هم آمیخته میشن، دوباره با هم یک جا میشند و انسان دوباره زنده میشه، انسان دوباره حیات پیدا میکند. و اذا الموعودة سئلت، زمانی که دختر زنده به گور شده سوال میشه، از او سوال میکنند که به ای ذنب قتلت، به چه گناهی کشته شد. معنیش اینه که اون روز روزی هست که به داد مظلوم رسیدگی میشه و از ظالم بازخواست میشه. ظالم چرا ظلم کرده، چرا ستم کرده، چرا در دنیا یک تازی کرده. اون روز روز فصل است، خواندیم دیروز ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، روز فیصله هست. لازمه فیصله اینه که باید ظالم به مجازاتش برسه، باید حق مظلوم گرفته بشه. و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت، به چه گناهی کشته شد، چه ذنبی و چه جرمی مرتکب شد که این کار باش انجام گرفت. و اذا الصحف نشرت، زمانی که تمام نامه های اعمال باز میشه، پرونده ها باز میشه، کارنامه ها باز میشه، هر کسی عمل کرده خودش را میخواند، هر کسی میدوند که چی کرده، اونجا میبیند همه نوشته شده، ثبت شده. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، نه خرد نه کلان، نه کوچک نه بزرگ. انسان هر چی که انجام میدهد، گناهی کوچکی بزرگی، عمل نیکی کوچکی یا بزرگی، هر چی که انجام میدهند اونجا ثبت و ضبط شده، همه را انسان میخواند. و اذا السماء کشطت، زمانی که آسمان پوست زده میشه یا پوست کنده میشه. کشت این را میگن که حیوانی را ما وقتی که ذبح میکنیم و بعد از ذبح پوستش را چطور میکنیم و بیرون میکنیم و گوشتش ظاهر میشه. معنیش اینه که این آسمان برداشته میشه. شاید این آسمان وقتی که پوست حیوان را شما میزنید، پوست در واقع گوشت را نشان نمیده، وقتی که پوست برکنده میشه شما گوشتش را و شما تمام بدنش را، درونش را میبینید. شاید این آسمان ها یکی از موانع هستند، حائلی هستند که خیلی از حقایق را ما نمیبینیم. وقتی که برداشته میشه انسان همه چیز را میبیند. و اذا الجحیم سعرت، الله پناه بده، زمانی که جهنم شعله هایش بالا میزند، سعرت، شعله زده میشه و شعله های جهنم زبانه میکشد و جهنم با اون غرش خاصی که دارد اهل خودش را میطلبد. و اذا الجنة ازلفت، زمانی که بهشت نزدیک قرار داده می شود. برای بهشتی ها، برای اینها هم تخویفند هم تبشیرند. هم تخویف برای کسانی که بد عمل کردند تو دنیا، نه حق خدا را انجام دادن، نه حق بندگان خدا را. و زمانی که بهشت نزدیک قرار داده میشه، کسانی که در دنیا نیک عمل کردند، در دنیا طاعت و بندگی کردند، در دنیا ربشون را راضی کردند، بهشت برای اونها نزدیک قرار داده میشه. یعنی برای اونها مشکل نیست، زود به بهشت میروند. علمت نفس ما احضرت، این جواب هست. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انکدرت، اینها همه شرط بودند. جوابش علمت نفس ما احضرت، زمانی که این اتفاقات بزرگ میفته هر نفسی میداند که چه آماده کرده. هر انسان میدوند که در دنیا چی کرده و برای آخرتش
چه چیزی تقدیم بکند. علمت نفس ما احضرت من خیر و شر. انسان میدوند چه خیری انجام داده چه شری انجام داده، همه را میدوند که چی انجام داده. لذا الله عز وجل در رابطه با احوال قیامت علی سبیل ترقی می فرماید فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. اساتید و مشایخ ما میگویند که این فلا اقسم اینجا سوگند هست، اما جواب سوگند اینجا مذکور نیست، محذوف، مفهوم است. از سیاق معلوم میشه، از آیات گذشته معلوم میشه. اصلش اینه فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس لتركبن طبقا عن طبق. از آیات دیگه گرفته شده که سوگند یاد میکند الله عزوجل بالخنس. تفسیر خنس و جوار و کنس یک چیز است. خنس اشاره به خنس اصلش جمع خانس هست، اونی که خودش را عقب میکشد. الجوار جمع جاریه هست، اونی که راست و مستقیم میره. الکنس جمع کانس هست، اونی که مخفی میشه. این هر سه بنابر گفته علما، بالخصوص علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله نوشتند که این صفات 5 تا ستاره هست که به آنها ستاره های متحیره میگویند، 5 متحیره میگویند: زحل، مشتری، زهره، عطارد، مریخ، که این ستاره ها در احوال مختلف دیده میشند. گاهی این ستاره ها را انسان میبینه که به همون جای اول هستند، اول شب دیده اینا حرکت کردند، آخر میبینی به همون جای اول، گویی که خودش را عقب میکشد. این حالت خنس نام دارد، خانس. و گاهی میبینیم که مستقیم این ستاره ها انجام ماموریت میکنند، راست میرند، و گاهی اینها اصلا ناپدیدن، هرچی میگردی تو آسمان پیداشون نمیکنی. کسانی که نسبت به احوال فلکیات و نجوم آشنایی دارند میدونند که اینها احوال متفاوتی دارند. به این خاطر به این ستاره ها میگن 5 متحیره، گویا اینا حیران هستند. یک بار حرکت میکنن، راست میرن، باری دیگه میبینی سر جای اولش قرار گرفته، و یک لحظه دیگه هرچی نگاه میکنی ناپدید است، معلوم نیست کجا رفت. لذا همونطور که این ستاره ها احوال متفاوتی دارند، متحیره هستند، انسان هم اونجا در قیامت متحیره هست. لترکبن طبقا عن طبق. شما احوال متفاوتی دارید، شما بر پله ها یکی بعد از دیگری میرید، بعضی به درجات میرن، بعضی به درکات میرند. اونهایی که نیکند درجات بالا و عالیه ای را میپیمایند، و اونهایی که بدند به درکات پایین و پایین تر میرند. لذا الله میفرماید سوگند به اون ستاره هایی که الخنس عقب میکشند خودشون را، الجوار مستقیم میروند، الکنس اون ستاره هایی که ناپدید میشوند، واللیل اذا عسعس، قسم به شب، اذا عسعس اذا ادبر و اقبل، شب میره میاد، یک لحظه الان شب نیست، چند ساعت بعد میاد دوباره میره. و صبح اذا تنفس، و سوگند به صبح، زمانی که تنفس میکنه، یعنی صبح میشه. تنفس صبح با آغاز صبح است. الله میفرماید سوگند به اینها که شما در روز قیامت احوال متفاوتی دارید، شما جاهای مختلفی دارید که شما مستقیما میروید به اون جاهای خودتون قرار میگیرید. انه لقول رسول کریم، اینجا اشاره به دلیل وحی هست، یعنی اون چه که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم برای شما میگوید از قول جبرئیل امین، فرشته معزز الله عزوجل، و اون از طرف الله میگه، پیغمبر از طرف خودش نمیگه. لذا این مطالب خدایی هستند. الله به شما میگه
ذاتی که و من احسن من الله قیلا و من احسن من الله و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی از او صادقتر، چه کسی از او راستگوتر. لذا این منبع این سخنان اونجاست. انه لقول رسول کریم ذی قوت، همانا این سخن رسول معززی هست، منظور جبرائیل امین هست که به رسول مکرم صلی الله علیه و سلم منتقل می کند. اون رسول کریمی که ذی قوت، دارای قدرت است، تمام شهرها و روستاهای صدوم را جبرائیل امین به تنهایی بلند می کند و از آسمان سرنگون می کند. قدرتش از اونجا معلوم هست. ذی العرش مکین، عند ذی العرش مکین، نزد الله عزوجل هم این فرشته مکانتی دارد. این سید ملائکه هست، این پیش الله عزوجل جایگاهی دارد. این برای خودش شخصیت بزرگی هست در میان فرشتگان و الله عزوجل هم این فرشته را به این مکان و جایگاه خاصی عنایت فرموده. مطاع، فرشته ای هست که مطاع، بقیه فرشته ها همه مطیع او هستند. این در رأس است، این سالار همه هست. این کسی است که از این حرف شنوی میشه، اطاعت میشه. ثم امین، این آنجا امین هست، یعنی یکی از القاب جبرائیل امین هست. معنای امین البته اکثر این صفات به خاطر اینکه کلام الهی، به خاطر نسبت با کلام الهی هست. امین است به خاطر اینکه در حفظ این کلام امانت را رعایت کرد. اون چه که رب بهش داد همون رب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آورد و رساند. رسول هست به همین خاطر، به خاطر این رسالت و رسالت هایی که برای انبیاء دیگه داشته. لذا الله می فرماید پس واسطه، چنان واسطه قوی، چنان واسطه امین و چنان واسطه با شخصیتی هست. لذا وقتی که پیغمبر از زبان چنان پیغمبر، چنان رسولی و چنان فرستاده الله، وقتی که این کلام را برای شما نقل می کند، پس این صاحب شما، این همراه شما، این مجنون نیست، این جنون ندارد که شما مشرکین و شما یاوه‌گویان او را متهم به جنون می کنید. و ما صاحبکم بمجنون، صاحب شما مجنون نیست، بلکه جبرائیل برای او این وحی را می آورد و جبرائیل را حتی به شکل اصلیش هم دیده است. ولقد رآه بالافق المبین، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه جبرائیل را میدید، به شکل بشر میدید، به شکل دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه میدید، به شکل انسان همیشه ملاقات میکرد. اما تنها پیغمبری هست بنابر گفته مفسران که این ویژگی را دارد و این خصوصیت را دارد که جبرائیل را به شکل اصلیش دید. دو جا هم به شکل اصلیش دید، یک جا در ابتداء وحی، اونجایی که این آیات اشاره می کند، و یک بار در شب معراج دید او را. ولقد رآه بالافق المبین، همانا او را در افق مبین دید، در افقی که روشن واضح، هیچ نوع خفایی جلوی چشمش نبود، به شکل اصلیش دید. و اونجوری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید تمام افق را در بر گرفته بود و مسدود کرده بود، از بس که جبرائیل امین الله عزوجل به او هیکل داده و به او عظمت جسم داده، هم مکانت داده، عظمت مکان و جاه داده و هم عظمت جسم داده. در روایت میاد که 600 تا پر دارد و 600 تا بال که الله میداند این با چه کیفیت هایی هست، ما نمیدونیم. لذا الله میفرماید و ما هو علی الغیب بضنین، این پیغمبر نسبت به غیب، منظور از غیب اینجا وحی الهی هست که از عالم غیب می آید، نسبت به وحی الهی بخیل نیست. یعنی هر چی که خدا بهش گفته من و عن، کلمه به کلمه به شما رسونده. لذا و ما هو بقول شیطان الرجیم، این سخن شیطان رانده شده نیست، این کلام الله است. فاین تذهبون، کجا می روید مخالفان که شما مخالفت می کنید؟ بر اساس چه مدرکی؟ بر اساس چه دلیلی؟
چرا شما با این کلام که دارای این مکانت است و دارای این ریشه هست شما با این کلام مخالفت میکنید؟ ان هو الا ذکر للعالمین، این کلام نیست مگر پند و اندرزی هست برای همه عالمیان. چطور پند و اندرزی هست؟ خیلی از عالمیان هستن که قبول ندارن. پند و اندرز اینجا به معنی اراءت الطریق هست، یعنی به همه دنیا و مردم دنیا راه را نشون میده. اون چیزی دیگه هست که بعضی خودشون نمیخواند، ولی کلام الهی وقتی که خطاب میکند عموم انسانیت را، یا ایها الناس، عموم بشریت را الله دعوت میده. لذا برای همگان قرآن مجید ذکر است، پند است، اندرز است. اگر بخواهند میتونند از این پند بگیرند، ولی این که نمیگیرند اون بدبختی خودشون هست. لمن شاء منکم ان یستقیم، وقتی که اراءت الطریقش برای عموم هست، برای همگان هست، اما ایصال الی المطلوب برای منیبین است، کسانی که بخواهند، کسانی که حق طلبی داشته باشند، کسانی که در جستجوی حق باشند. لمن شاء منکم برای اونهایی که بخواهند از شما بالخصوص ان یستقیم، بر صراط مستقیم باشند. این کلام پند و اندرزی هست. پس هم پند و اندرز عمومی برای همگان هست و هم خصوصی برای خواص هست. برای همگان به معنی اینکه راه را به همه نشون میده، اما برای کسانی که واقعا در وجودشون عناد نباشد، در وجودشون حق طلبی باشد، برای اونها را بر جاده مستقیم و صراط مستقیم قرار میده. در آخر الله میفرماد و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. مشیت شما بستگی به مشیت رب العالمین دارد. شما نمیخواهید مگر اینکه رب العالمین بخواهد. شاید از این جمله اشکالی به ذهن شما بیاید که پس انسان تا اون زمانی که خدا نخواهد مسلمان نمیشه، تا اون زمانی که خدا نخواهد انسان بر صراط مستقیم نمیتونه قرار بگیره. و از این شاید اون از ظاهر آیه، شاید اون دیدگاه جبریه، اون کسی که میگن پس ما مجبوریم، اون دیدگاه تقویت میشه که خدا خواسته که ما این کار را میکنیم. خدا اگر نمیخواست ما نمیکردیم. ولی با توجه به درجات هدایت و ضلالت که قبلا ما خوندیم، این اشکال خود به خود رفع میشه. ما خواندیم که هدایت هم 4 درجه داره. اولینش انابت است. کسی که واقعا در وجودش حق طلبی باشد، در جستجوی حق باشد، الله او را هدایت میکند. و ضلالت هم 4 درجه داره، به تمام درجات نمی پردازم. یکی از اونها اولینش هم شک و ریب هست و عناد هست. پس کسی که عناد داشته باشه خدا او را هدایت نمی کند. پس و ما تشاءون الا ان یشاء الله، خداوند چه کسانی را می خواهد و هدایت می کند؟ اونهایی که در وجود اونها انابت باشد، اونهایی که خودشون اراده داشته باشند، نه اینکه خودش هیچ اراده ندارد خدا مجبورش بکنه به ایمان. خداوند چنان ایمان جبر از هیچ کس نمی خواهد. پس و ما تشاءون الا ان یشاء الله. متى یشاء الله؟ زمانی که شما بخواهید، زمانی که شما انابت داشته باشید. اما شما بر عناد باشید، شما بر ضد باشید، و خدا نمیخواد. خدا نمیخواد شما را مجبور بکنه. بازم خدا میتونه، ولی خدا ایمان جبر را نمیخواد از بندگانش. سوره انفطار عیناً همون مطالب سوره تکویر بر احوال قیامت بیان میشه، اما علی سبیل الترقی. در سوره تکویر فرمود شما مستقیما به جاهای خودتون میروید، اون جاهایی که الله برای شما تعیین کرده، چه به درجات چه به درکات. و در سوره انفطار میخوانیم که و ما هم عنها بغائبین، یعنی هر کسی جایی که برایش تعیین شده از جایش غائب نمیشه، جای دیگه نمیتونه بره مخفی بشه.
الله عز و جل در آخر این سوره نفی شفاعت قهری هم می فرماید که شما فکر نکنید خدایانی که شما به اونها اعتقاد دارید اونها میتونن برای شما کاری بکنن، نه، کاری از دست اونها هم برآورده نمیشه. الله می فرماید اذا السماء انفطرت، زمانی که آسمان شکافته میشه، تکه پاره میشه. این انفطرت بعد الکشط است، ابتدا آسمان عرض کنم که زده میشه، برکنده میشه، بعدا تکه پاره میشه. گفتیم احوالی که در اینجاست بعد از احوالی هست که در سوره گذشته هست. و اذا الکواکب انتثرت، زمانی که ستاره ها انتثرت یک یک میشه، تکه تکه میشه، این بعد از انکدار است. اونجا خواندیم اذا النجوم کدرت، بعد که میافتد این ستاره ها یک یک میشن و تکه تکه میشوند. و اذا البحار فجرت، این بعد از سجرت هست، یعنی بعد از اینکه دریاها یا پر بشه از آب یا اینکه تبدیل به آتش بشه، اون وقت فجرت روان میشه، جاری میشه. و اذا القبور بعثرت، بعد از این بعد از نفخه ثانیه هست، زمانی که قبور بعثرت یعنی زیر و رو میشه، بالا و پایین میشه، اونی که در قعر هست و در ته قبر است میاد بالا قرار میگیره، یعنی اموات میان. علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر نفسی میداند آنچه که تقدیم کرده و آنچه که تأخیر کرده، یعنی آنچه که جلوتر گذاشت فرستاده برای آخرتش و آنچه که بعد از مرگ پشت سرش میگذارد. قبلا این آیه را خواندیم و تفسیرش کردیم که مطلب اینه که انسان ها بعضی ها هستن عمل نیک قبل از خودشون میفرستن و بعضی ها هستن عمل نیک مثل صدقه جاریه بعد از خودشون میگذارند. همچنین انسان های بد عمل بد را قبل از خودشون میفرستن و بعضی ها چنان مجموعه ها و مراکز گناه و معصیت بعد از خودشون میگذارند که هر چی که گناه میشه برای اونها هم ثبت میشه. لذا الله می فرماید علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر نفسی میداند آنچه که تقدیم کرده قبل از خودش فرستاده و آنچه که پشت سر گذاشته. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، وقتی که چنین احوال سختی هست ای انسان تو را چه شده؟ تو چرا فریب خوردی؟ بعضی گفتن مراد از انسان الف لام عهدی انسان کافر مراد است، چون انسان کافر هست که قیامت را تکذیب می کند، انسان کافر هست که جزا را تکذیب می کند. الله می فرماید یا ایها الانسان، ای انسان ما غرک بربک الکریم، چه چیزی تو را فریب داد نسبت به رب کریمت، اون ربی که نسبت به تو این همه لطف و کرم داره، اون ربی که تو را آفرید، تمام ما یحتاج تو را فراهم کرد و برآورده کرد. الذی خلقک فسواک فعدلک، اون ربی که تو را آفرید، فسواک برابر آفرید، فعدلک فسواک، هر دو از نظر لفظی و لغوی معنیشون یکی هست، هر دو به معنای برابری و مساوی بودن است، اما بعضی گفتن فرقشون اینه که فسواک از جهت اعضا و جوارح هست، چشم، گوش، دست، پا، همه اینها را الله عزوجل برابر آفرید. فعدلک بقیه صلاحیت هایی که در وجود انسان هست، بقیه کمالاتی که در وجود انسان هست از نظر عقل و فهم و درک و علم و دانش و همه را الله عزوجل برابر در وجودت آفرید. فی ای، این باطن انسان است، فی ای صورت ما شاء رکبک، این ظاهر انسان است، در هر صورتی که خواست تو را ترکیب کرد، به شکلی که الله خواست، به شکل پدر و مادر، به همون هیئت و
زیبایی پدر و مادر تو را در آورد، ترکیبی از گاهی یه بچه را میبینی بعضی از اعضایش را مطالعه میکنی فکر میکنی شکل مادرش هست، بعضی از اعضایش را شکل پدرش هست، یک ترکیبی هست در واقع از اشکال مختلف. لذا الله عزوجل نسبت به تو این همه احسان، هم به تو نعمت ظاهر عنایت فرمود، هم به تو نعمت باطن، تو چرا تکذیب میکنی؟ کلا بل تکذبون بالدین، هرگز نباید چنین باشد. با وجود این همه نعمت ها، با وجود این همه الطاف و احسانات رب العالمین، اما شما متاسفانه تکذیب میکنید. بل تکذبون بالدین، شما روز جزا را، روز قیامت را تکذیب میکنید. ولی بدانید که و ان علیکم لحافظین، شما تحت کنترل هستید، بر شما حافظینی، فرشته حفظه از سوی الله عزوجل تعیین هستند که اینها تمام اعمال شما را، تمام گفتهای شما را، تمام کرده های شما را اینها ثبت میکنن. مواظب حرکاتتون باشید. کرامن کاتبین، فرشته های با کرامت و با شخصیتی که می نویسند. یعلمون ما تفعلون، اونها میدانند آنچه که شما میکنید، چون با شما همراهند، قرینند، همراهی میکنند. لذا فرشتگان همه اعمال شما را ثبت و ضبط میکنند. ان الابرار لفی نعیم، بعد از ثبت و ضبط انسان بر دو قسم است. اینجا هم بشارت است هم تخویف است. بشارت برای نیکان و تخویف برای بدان. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، همانا نیکان در نعمتهای الهی هستند و همانا بدان در جهنم قرار میگیرند. یصلونها یوم الدین، داخل میشوند در آن جهنم روز جزا، داخل میشوند. هم نیکان روز جزا و هم بدان، نیکان در نعیم و بدان در جهیم. و ما هم عنها بغائبین، اینها از اون جایگاهایشون غائب نمیشند. اون جاهایی که برایشون تعیین شده، اون درجاتی که برایشون تعیین شده یا درکات، عرض کردم برای این بحث هم بحث نیکان است و هم بحث بدان است. لذا الله می فرماید که همه شما در یوم الدین به جایی که برای شما تعیین شده در اونجا قرار می گیرید. یوم الدین چی هست؟ به وسیله استفهام تحویلی الله سوال می فرماید و ما ادراک ما یوم الدین، خبرداری یوم الدین چی هست؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، دوباره تکرار هست برای تأکید بیشتر، برای تحویل بیشتر، حول بیشتر، که بیشتر انسان وحشت بکند، بیشتر چشمهاش را باز بکند و بیشتر انسان مواظب بشه. سپس میدونید که یوم الدین چی هست؟ سبحان الله، الله عزوجل در هر جمله، در هر تعبیری به نوعی یوم الدین را تعریف می کند. اینجا بسیار تعریف جالب تری هست که با این تعریف یوم الدین توحید هم اثبات میشه. اینجا قدرت لا یزال هم اثبات میشه. الله می فرماید یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. یوم الدین آن روزی هست که هیچ نفسی نسبت به نفس دیگر هیچ اختیاری ندارد. فکر نکنید که شما برای آلهه باطله شتر میکشید، گوسفند میکشید، نظر و نیاز میدید، اونا میتونن برای شما کاری بکنن. نه، نفی شفاعت قهری هم هست، بیان توحید علی سبیل ترقی هم هست. یوم الدین روزی هست که مالک نیست هیچ نفسی برای نفس دیگر شیء، یعنی هیچ نفسی نمیتوند به نفس دیگر نفعی برساند، بتواند از او عذاب را دفع کند، پیش خدا شفاعتش را بکند، مگر شفاعت بالاذن ما که ما اون خواندیم. والامر یومئذ لله، امر، دستور، حکم، فرمان
در اون روز فقط و فقط برای الله است، برای کسی دیگه در اون روز نیست. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.